بسم الله الرحمن الرحیم. شما پشیمان نشید. شما آرزو به سوی عرق نوشیدن و زنا نکنید، بلکه شما گریبانای خدا بگیرین بگین هزارها بار شکر خدایا ما را تو به سوی خودت در این جوانی هدایت کردی. هزارها بار شکر گفتن نماز شکرانه بخوانید، زیرا بسیار پیرانسالایی هست الحال که میگویند چرا در جوانی ما نکردی. این افسوس در پیری میخری، اگر به شرط بام را به پیری برسی دیگر فایده ندارد. جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند ای مردم دوزخی آیا چرا شما دوزخی شدین؟ اونا چی میگفتند؟ لم نکو من المصلین، ما در دنیا از جمله نمازخوان ها نبودیم، ما به سبب اونه که نماز نداشتیم عبادت خدا را که نمیکردیم امروز وارد دوزخ شدیم. اینا البته در دنیا هم روسیا هستند، در آخرت هم دوزخ هم جای اینا هست. کسی که نماز نمیخواند، کسی نماز نمیخواند میگوید مسلمان هستند، مثل همونی هست که در تمام